با درودی چو بوی خوش آشنایی. امروز همراه شماییم با یه داستانی به نام پیش از آنکه طاووس ندا دهد. قراره با هم یه سفر کوتاه داشته باشیم به یه باغ آروم توی آلمان، جایی که انگار هر گوشش یه رازی داره. میخوایم با هم قدم بزنیم تو این باغ و ببینیم این لحظه های به ظاهر ساده چطور میتونن درهایی از آگاهی و معنا رو به رومون باز کنن. چه شروع زیبایی! واقعا همینه، گاهی اوقات عمیق‌ترین پیام‌ها تو ساده‌ترین قاب‌ها منتظرن که دیده بشن. این داستان انگار یه دعوتی به دیدن، شنیدن و حس کردن چیزای فراتر از شلوغی‌های روزمره. خب، بیایید با هم وارد این باغ بشیم. سفرمون با یه طعم شروع میشه، طعم یه آلو. ولی نه یه آلوی کاملا رسیده و شیرین، نه، یه میوه نیمرس، یه کم گس. راوی داستان اونو میچشه و یه طعمی که انگار فراموشش کرده بود یادش میاد. یه طعمی که شاید مال قبل از اینه که ذهن ما همه چیزو به خوب و بد یا تلخ و شیرین تقسیم کنه. میدونید؟ آها. این تجربه چشایی مثل یک کلید عمل میکنه انگار. دری رو به گذشته باز میکنه. این حس برای شما آشنا نیست؟ یه طعم خاص که یهو شما رو ببره به یه جای دیگه، یه زمان دیگه. دقیقاً. این فقط یه میوه نیست انگار. بیشتر شبیه یه دعوت به چشیدن خود بودن، اونم قبل از اینکه هر قضاوتی بکنیم. اون طعم گس شاید طعم واقعیت خامه. واقعیتی که هنوز برچسبای ذهنی ما تغییرش ندادن. چه تعبیر جالبی، واقعیت خام. آره، و این آدما به فکر میندازه که آیا میشه دوباره به اون سادگی اولیه برگشت، به اون پذیرش لحظات بدون قضاوت. میشه اون طعم اصیل زندگی رو دوباره تجربه کرد. همینطور که طعم آلو هنوز تو دهنشه، یه رایحه‌ای فضا رو پر میکنه. تصور کنید وسط آلمان یهو عطر یاس بنفش شرقی میپیچه. عطری که خیلی آشناست و بی‌مقدمه، یه پل میزنه، پلی بین اینجا و اونجا، بین حالا و گذشته. عجب، شرق در غرب. آره، راوی یه حسی پیدا میکنه که اینجا زمان نمیگذرد بلکه حلقه میزند. انگار توی یه لحظه بی انتها یه جورایی گیر کرده. این قدرت شگفت‌انگیز بوهاست، نه؟ خطی رو بشکنن. یهو میبینیم مرز بین شرق و غرب یا گذشته و حال دیگه محو شده. این فقط یه تجربه حسی ساده نیست به نظرم. بیشتر شبیه یه اشاره است به یه درک عمیق‌تر از زمان. شاید زمان همیشه خطی و رو به جلو نمیره. شاید گاهی مثل دایره برمیگرده و لحظه ها رو دوباره زنده میکنه. این تجربه شما رو یاد چی میندازه؟ کدوم خاطره؟ کدوم مکان؟ خیلی قابل تأمله. خب، بعد از طعم و بو نگاه راوی به سمت دیگه‌ای کشیده میشه. یه برکه آروم هست اونجا و چند تا قاز. قازهایی که با یه نظم خیلی دیدنی دارن شنا میکنن. مادر، پدر و جوجه ها پشت سرشون. واقار، آروم. آها، یه تصویر خیلی آرامش بخش. آره، و یه کودکی که کنار راویه خیلی ساده میگه مثل خانوادن. همین، یه جمله خیلی ساده که انگار یه حقیقت بزرگ رو میگه. یه نظم طبیعی و ذاتی که همین جوری داره جریان پیدا میکنه. دقیقاً، همین سادگی حرف اون کودک خودش گویای همه چیزه. این قازا میتونن نماد همون هماهنگی درونی باشن، نماد آرامش، نماد اون نظمی که تو ذات طبیعت هست، فارغ از اینکه دنیای بیرون چقدر آشفته باشه. این تصویر به ما یادآوری میکنه که شاید لازم نیست همیشه دنبال ساختن نظم باشیم. گاهی فقط کافیه اون نظم پنهانی که توی جهان و حتی توی خودمون وجود داره رو ببینیم، حسش کنیم. به نظرتون این نظم در زندگی شما چطور خودشو نشون میده؟ سوال خوبیه. خب، پس این سه تا تجربه، یعنی طعم اون آلوی نارس، عطر یاس و نظم آروم قازها، انگار به یه نقطه مشترک میرسن. یه پیامی که توی داستان نجوا میشه اینه: در جهان پرسر و صدا، آنچه باید شنیده شود آرام است و آنچه باید دید نزدیکتر از آن است که در جستجویش باشیم. و نکته خیلی ظریفش اینجاست: وقتی بالاخره صدای بلند طاووس شنیده میشه، راوی دیگه بیداره. انگار اون مشاهدات آروم قبلا بیدارش کردن. از یه خواب دیگه، خواب غفلت شاید. دقیقاً همینجاست که معنی بیداری یکم عوض میشه.
شاید بیداری واقعی با فریادها و صداهای بلند مثل بانگ طاووس اتفاق نمیفته، بلکه با توجه آروم و عمیق به همین جزئیات بظاهر کوچیک دور و برمون شروع میشه. همون طعم گس، اون عطر آشنا، حرکت منظم غازها. اینا انگار نداهای آروم بیداری هستن. و این یه سوال برای شما باقی میذاره. چه نجواهای آرومی تو زندگی شما هست که شاید هنوز بهشون گوش ندادید؟ در این گشت و گذار کوتاهی که تو باغ این داستان داشتیم، دیدیم که چطور چیشیدن، بوییدن و نگاه کردن آگاهانه میتونه راه رو نشون بده. همونطور که پیام آخر داستان هم همینو میگه. هرگاه میخواهی بدانی مسیرت کجاست، مزه میوه زمین را بچش، عطر گل را ببو و در سکوت به رفت و آمد پرندگان نگاه کن. و به نظرم زیباترین درس همینه. اینکه آگاهی، آرامش، پیدا کردن مسیر، اینا چیزایی نیستن که لزوماً تو جستجوهای دور و دراز پیدا بشن، بلکه تو همین حضور کامل در لحظه حال، تو درک زیبایی‌های ساده‌ای که زندگی خب بی‌دریغ به ما میده نهفتن. فقط باید چشما و گوش‌های دلمون رو باز کنیم. همینطوره. این مسیر و داستانی که شنیدید توسط نویسنده دکتر بابک سرخپور نوشته شده. ایشون هم متخصص کامپیوتر هستن و هم سالهاست که مدرس مدیتیشن، موفقیت و خودشناسی هن و این داستانها بر اساس تجربیات خودشون شکل گرفته و ادامه داره. پس با ما برای شنیدن داستانهای بیشتر همراه باشید.